به نام خدای بزرگ. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به جلسه دوم ریاضی نهم فصل مجموعه ها. ادامه درس اول رو داریم با هم جلو میبریم. رسیدیم به کار در کلاس بعدی. جلسه قبل رو رفتیم جلو، یک کویز هم با هم کار کردیم. کویزها رو هم که بهتون پیشنهاد دادم، اول شما رو سوال وقت بذارید ببینید میتونید حلش کنید و بعدش با هم بریم جلو که تو خود همون کویزها هم کلی چیز یاد میگیریم. سوال 1، 3 عبارت بنویسید که هر کدام نشان دهنده مجموعه تهی باشد. سپس عبارت‌های خود را با نوشته‌های همکلاس خودتون مقایسه کنید. یکی از عبارت‌ها مثلا بشه عدد طبیعی و کمتر از 1. ما عدد طبیعی کمتر از 1 نداریم. دیگه چی میتونم بگم؟ عددهای زوج اول بزرگتر از 5. ما هیچ عدد زوجی که اول باشه به جز 2 نداریم. این هم هست. سومیش هم خودت بگو. یه مجموعه‌ای که وجود ندارد، یه مجموعه‌ای که مشابه هیچ عضوی نداره، مثل اینها که عضوی نداشته باشه و تهی باشه. سوال 2، 3 عبارت بنویسید که هر کدام مشخص کننده مجموعه‌ای فقط با یک عضو باشه. مجموعه اولت مثلا میگی عددهای طبیعی بین 1000 و 1002. خب بین 1000 و 1002 فقط 1001 هست. عددهای طبیعی بین 4 و 6 فقط 5 هست. یه عضو باشه. یا مثلا عدد صحیح بین -1 و 1. عدد صحیح بین -1 و 1 فقط 0 هست. دیگه چی میتونیم بگیم؟ تعداد قمرهای کره زمین. خب کره زمین فقط یه ماه رو داره که دورش میچرخه، چیز دیگه ای نیست. حالا سیارات دیگه قمرهای بیشتر دارن. پس تعداد قمرهای کره زمین هم یه دونه ماه داره و اینا هم یه عضو دارن. سوال 3، عبارت‌هایی که مجموعه ای را مشخص میکند با علامت تیک، اونایی که مشخص نمیکنه با ضرب در مشخص کن. الف 4 عدد فرد متوالی. نه، این بی نهایت حالت داره. یکی بگه 3 5 7 9، اون یکی بگه 11 13 15 17. نه. ب 3 عدد طبیعی زوج متوالی با شروع از 2. آهان، پس از 2 شروع بشه، بعدیش بشه 4، بعدیش بشه 6. پس ب اوکیه، مجموع از همینه جوابش. فقط جیم عددهای اول کوچکتر از 20. خب از 1 تا 20 ما یه سری عدد اول معین داریم، کاملا درسته. جیم هم درست. دال 3 شهر ایران. نه، هر کی برای خودش 3 تا شهر مثال میزنه. شمارنده های عدد 24. آره، 1 ضرب در 24 1 و 24 هست، 2 و 12 هست. یه تعداد محدود و معین. و حالا حتی محدود بودنش برامون معیار نیست، میتونه نامحدودم باشه، اما متمایز و معین کاملا. هم درست. 5 عدد بزرگ، اصلا مقیاس و معیار بزرگ و اینا چیه برای تو؟ اینم مجموعه نیست. ز عددهای طبیعی بین 2 و 3. خب هیچی نیست، درسته، تهیه، اما تهیه هم خودش یه مجموعه است. پس الان اینجا دیدیم که کدوما درست و کدوم نیست. بچه‌ها سوال 4 رو من اول زودتر نوشتم، حالا با هم ببینیم. مانند نمونه کامل کن. بی میگه که مجموعه مضرب‌های طبیعی عدد 4 بی، آره 4 8 12 الی آخر، کاملا مشخص، نامحدوده. اوکی، اما من دقیقا میدونم با چی طرفم. A مجموعه حروف الفبای فارسی، همین A رو به روش میبینیم. G میشه چی؟ G و چی گفته؟ بیام مجموعه عددهای طبیعی بین 2 و 10. 3 4 5 6 7 8 9، بین 2 و 10. ای رو بیام ببینم مجموعه عددهای صحیح بین -2 و -3 هیچی نیست. ای هم این اومده با تهی نشون داده. بی رو دیدیم. H مجموعه عددهای اول یک رقمی. H 2 3 5 7، بله عددهای اول و یک رقمی هستن. دی مجموعه مضرب‌های اول عدد 5. خب بیا اینجا دیو نگاه کن، خیلی مهمه. اینو دورش خطی بکش برای مرورای بعدیت. خیلی از بچه ها میان میگن 1 و 5.
اما نه یک بچه ها، نه اول بود نه مرکب. پس توی توضیحاتتون حواستون باشه یک عدد اول نیست، مرکب هم نیست. C 3AB C مجموعه حروف A و B و عدد 3 کاملا درست. این مجموعه داره نشونش میده. F 6 4 2 8 یا حالا 2 4 6 8 جاش مهم نیست. F میام اینجا با این ور جابجایی اعضا برای من مجموعه جدیدی تعریف نمی کرد. نه جابجاییش تاثیر داشت نه تکرارش. تکرارم برامون مهم نبود. سوال 5 کدام یک از عبارتهای زیر مشخص کننده یک مجموعه است؟ با نمودار ون نشان دهید عددهای صحیح مثبت و کمتر از 10. خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفرم که نه مثبت نه منفی. اینم بگم حالا مجموعه الف رو با A نشون بدم، دورشم یه خط میکشم و این نمودار A مورد اول ما. پس اینو یادداشتش کردیم. به شمارنده های اول عدد 19. عدد 19 خودش اول 1 و 19 مضرب باشن، پس 19 آره فقط خودش میشه تک عضوی. جیم عددهایی که 6 وجه یک تاس معمولی را مشخص میکنند. خب یک تاس یک رو نشون میده، نمودار ون میخوایم نشون بدیم. 2 3 4 5 6 و حالا اوکی با جیم نشون دادیم، این حالا جیم بذاریم یا حالا جی انگلیسی بکن و جی بزرگ نشون بده. دال جوابهای معادله 2x به علاوه 8 مساوی 1. خب 2x رو نگه دارم، 8 بیاد اونور بشه منفی 8، 1 منهای 8 بشه منفی 7، x بشه منفی 7 دوم، منفی 7 دوم یا همون منفی 3.5. پس جفتشو یک کدوم از اینا رو می نویسی. منفی 3.5 دورش هم یه دایره برای نمودار ون. 4 میوه خوشمزه، نه این مجموعه نیست، مشخص معین نیست. و عددهای صحیح منفی و بزرگتر از منفی 8. خب منفی 7 بزرگتره، منفی 6 منفی 4 منفی 5 منفی 4 منفی 3 منفی 2 و منفی 1. اینا منفی هن، از منفی 8 هم بزرگترن و من هم میندازمشون حالا توی این نمودار ون مورد واو. تمرین بعدی سوال 1 متناظر با هر عبارت یک مجموعه و متناظر با هر مجموعه یک عبارت بنویسید و تعداد اعضا رو معلوم کن. الف بچه‌ها 1 8 27 64 125. اینا یه فرم داره که الان برامون آشنا میشه. ببین 1 هست 1 به توان 3، 8 هست 2 به توان 3، 27 3 به توان 3، 64 4 به توان 3 و 125 5 به توان 3. پس عبارت این میشه مکعب اعداد طبیعی کمتر از 6. از 1 تا 5 مکعب هاشون یه مجموعه تشکیل دادن، اما 6 به توان 3 دیگه نیست. پس مکعب اعداد طبیعی کمتر از 6 میشه چیزی که برای این باید بنویسی. مکعب هم که میشد توان 3، مکعب عدد 2 2 به توان 3، مکعب عدد 10 10 به توان 3. پس این شد مکعب اعداد طبیعی کمتر از 6. ب C مساوی 10. خب 10 فقط. من میگم عددهای طبیعی بین 9 و 11. یه 10 همینو داره میگه. جیم عددهای طبیعی مضرب 5 و کوچکتر از 100. خب اینو مثلا با جی نشون بدم چه شکلی میشه؟ 5 هست، 5 یکی، 5 2 تا 10 تا، 5 3 تا 15. همینجور میام جلو. کوچکتر از 100 یه مضرب قبلترش میشه و 95. میتونم وقتی یه فرم و روتین معینی دارم بیام با 3 نقطه نشون بدم. اگه انتها نداشت که 3 نقطه تمام، اگه انتها داشت انتهاشو آخرین عضوش هم نشون میدم. پس 5 10 15 20 25 30 همینجور میرم 5 تا 5 تا 95 چون گفته کوچکتر از 100. دال عددهای طبیعی بزرگتر از 4 و کوچکتر از 5.
خب بزرگتر از 4 کوچکتر از 5 هیچی نیست، دال تهیه. ه عددهای صحیح منفی که بین 4 و 7 قرار داره. بین 4 و 7 هیچ عدد منفی نیست چه برسه بخواد صحیح باشه. این اصلا مجموعه نیست و حالا به نوعی مجموعه هست و تهی محسوب میشه، بهتر بگیم. بله این تهی محسوب میشه. واو عددهای اول دو رقمی که مضرب 7 باشه. ببین عدد اول یعنی فقط مضرب خودش باشه و عدد 1. پس وقتی مضرب 7 هم باشه که این اصلا دیگه وجود نداره و اینم یه مجموعه تهی میشه چون وجود خارجی نداره. همه چیزشو بررسی کردیم، فقط مبحثی که میمونه تعداد اعضاشونه. تعداد عضوهای این اولی 1 2 3 4 5 تا عضو بود. مورد ب یه دونه عضو. جیم از 5 تا 95 دارم 5 تا 5 تا میام. ببین این 5 یکی 5 تا 5 2 تا 10 تا 5 3 تا 15 تا 5 ضرب در 100 5 ضرب در 20 میشه 100. 5 ضرب در 3 5 ضرب در 19 میشه 95. پس از 1 تا 19 مجموعه جی 19 عضو داره برای ما. اون تهیه هم که تهیه و هیچ عضوی نداره، تعداد اعضا 0. سوال 2 جاهای خالی رو کامل کن. الف عبارت 5 عدد طبیعی که بین 1 و 20 قرار داشته باشد. خب 5 عدد طبیعی بین 1 و 20 2 3 4 5 6 7 8 همینجور هست، اما جواب معینی نداره. من میگم 2 3 4 5 الی آخر، یکی دیگه میاد میگه 19 18 17. پس این یک مجموعه را مشخص نمی کند. ب مجموعه 2 3 4 تا 9 دارای، خب از 1 تا 9 فقط یک نیست توش، پس دارای 8 عضوه. مجموعه 0 و نماد تهی دارای 2 تا عضوه. 0 و نماد تهی. دال با توجه به مجموعه 3 5 7 9 11 داریم 5 عضو A است. آره 5 رو عیناً میبینم، پس با نماد ریاضیش میگیم 5 عضو A است، نماد عضو بودن. اما 12 نیست تو این مجموعه، نماد ریاضیش میگیم 12، نماد عضو نبودن، عضو A نیست. سوال 3 مجموعه متفاوت بنویسید که عدد 2 عضو آنها باشد. خب عددهای طبیعی بین 1 و 4، خب میشه 2 و 3، 2 توشه. عددهای زوج و اول 2 توشه. عددهای زوج نمیدونم کمتر از 10 بازم 2 توشه. اینا مثالهای زیادی میتونید بزنید. رفیقای عزیزم بریم برای کویز دوم فصل مجموعه ها. متن پایین ویدیو هم که بخونید مشخصات دانلود فایل PDF این آزمون و این کویز توی کانالمون هست. اما باز شما الان توی دفترتون می نویسید پاسخ سوال های کویز جلسه 2 مجموعه ها و قرار شد توی فایل هامون، توی همون جایی که سوال اگه پرینت گرفتید همونجا من نیام و چیکار کنم جواباشو ننویسم که توی مرورهام جوابش جلوش نباشه. کدام گزینه یک مجموعه را توصیف نمی کند؟ اعداد نه مثبت و نه منفی خب میشه عدد 0، این داره مجموعه رو توصیف میکنه. 2 اعدادی که با تقریب 1/10 به 100 گرد میشوند. آره خب حالا یه سری عددهایی هستن میشه چیا تقریب 1/10؟ 99 9/10 با تقریب میشه 100، پس 99 9/10 هست. 101/10 با تقریب میشه 100، پس اینم گرد شده دیگه، پس اینم داره 2 تا عضو داره، مجموعه هست. همه استخوان‌های بدن انسان مجموعه است. استخوان‌های بدن یک انسان کاملا مجموعه داره، معین و متمایز. اعداد نزدیک به 1000 خب اصلا معلوم نیست. کاری هم به متناهی بودن و نامتناهی بودن نداریم. این اوکی نزدیک رو چی حساب میکنی اصلا؟ اوکی این اصلا نمیتونه برای من مجموعه دقیقی رو تعریف کنه، پس 4 مجموعه توصیف نمیکنه.
سوال 2 کدام یک از مجموعه های زیر مجموعه یکتا را مشخص نمی کند؟ مجموعه شامل اینا همه شمارنده های عدد 90. خب عدد 90 میشه 1 ضرب در 90، 2 ضرب در 45، 3 ضرب در 30 مضرب 4 نیست، 5 ضرب در خب میگم که 5 2 9 تا 18 تا 6 ضرب در 15 و 9 ضرب در 10 همیناست، شمارنده دیگه ای نداره. پس اگه اینو من بیام با A نشون بدم میشه چی؟ میشه 1 2 3 5 6 9 10 15 18. حالا شما توی یه خط حتما بشه پاسختون. من میام این پایین 30 45 و 90 آکولاد رو ببندم. شما یه جوری منظم قشنگ بنویسید که اینجوری دو خط نشه. پس میگه مجموعه شامل 6 شمارنده زوج برای عدد 90. خب این زوج، 6 هم زوج، میام جلو 10 زوج، 18 زوج، 30 هم زوج، 90 هم زوج. 1 2 3 4 5 6 دقیقاً 6 تاست. پس خارج از این نیست. اگه میگفت 3 تا شمارنده زوج دیگه اون موقع مجموعه نبود چون جوابمون فرق داشت. اما یک داره مجموعه توصیف میکنه، پس این هیچی، من دنبال اونی هم که نمیکنه. 2 مجموعه شامل 3 شمارنده اول عدد 90. خب 3 عدد اول، 5 عدد اول دیگه اینجا نداریم و خود 2 هم که بچه ها عدد اول بود. 2 3 و 5 3 تا عدد اول، حواسمون اول به 2 نبود. خب پس این هم داره مجموعه تعریف میکنه، همین 3 تام هست، حالت دیگه ای نداره. اگه میگفت دوباره این گزینه 2 میگفت 2 تا شمارنده اول، خب یکی میگفت 2 و 3، یکی میگفت 3 و 5، پس اون موقع دیگه مجموعه یکتا نبود، اما الان مجموعه یکتا هست. 3 مجموعه شامل 6 شمارنده کوچکتر از 45 عدد. خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا شمارنده کمتر از 45 داره. این میگه 6 تاشو میخوام، پس این یکتا نیست، این مجموعه معین و مشخصی نیست. گزینه 3 جواب. 4 مجموعه شامل 6 شمارنده مضرب 5 عدد 90. وقتی ببینی میبینی که 5 تا مضرب 5 داره و این هم هست. حالا برای بررسی اضافه تر 5 یه دونه، 10 دومی، 15 30 45 و 90 6 تا شمارنده با مضرب 5 هم داره. پس اینم مجموعه هست، ما دنبال اونی بودیم که یکتا و مجموعه نباشه. سوال 3 کدام مجموعه ریاضی را بیان می کند؟ الف دوستای خوب. نه با دوستای خوب که آخه من 2 تا دوست خوب میگم، یکی دیگه 2 تا دوست خوب دیگه میگه، مشخص نیست. ب 5 عدد زوج متوالی. نه من میگم 2 4 6، یکی میگه 1000 1002 1004. پس اینام معین نیست، یکسان جواب نیست، پس ب هم مجموعه نیست. جیم اعداد زوج و اول بزرگتر از 4 نداریم، تهیه، پس تهی هم یه مجموعه است. جیم درست، عدد زوج اول فقط 2 بود. دال ماسه های ساحل خزر درسته که بی نهایت نامتناهی، حالا به هر حال یه جا تموم میشه، حالا ما نمیتونیم بشماریم، اوکی، حالا کاری به نامتناهی بودن و متناهی بودنش نداریم، اما این مجموعه هست. چرا؟ چون هممون میگیم خب آقا هر چی ماسه پایین دریای حالا ساحل خزر هست این میشه مجموعه ما، پس این درسته، پس این مجموعه هست. 4 اشتباه ها رو برای مجموعه های زیر تعریف کن. الف آکولاد نذاشته، پرانتز گذاشته، اشتباهش معلوم شد. ب با حرف کوچیک داره نشون میده، اچ بزرگ. جیم عضوها رو با و جدا میکنیم نه با خط تیره. قبل از اینکه بریم سراغ سوال 5 و آخرین سوال کویز این جلسه، هر چقدر که این جلسه براتون مفید بوده، هر چقدر که با مفاهیم دقیق آشنا شدید، برام کامنت های پر انرژی بذارید، لایک بکنید این ویدیو رو و برای بهترین دوستاتون بفرستید تا اونا هم بتونن یه آموزش مفهومی و درست رو پیش ببرن. مجموعه A چند عضو دارد؟ خب همینجا نگاه کن،
5 و 5 رو 2 بار میبینم، پس عضو تکراری برام مهم نیست، 5 یه بار مهمه. 6 تنها رو هم دیدم، پس 6 هم یه عضو دیگهش. آکولاد 5 دیگه تکرار نشده، پس اینم بنویسم فعلا. آکولاد 5 و 6 آکولاد 6 و 5 و 6. خب این که تکراریه تو این آکولاد، پس میگم این آکولاد 5 و 6 با این آکولاد 5 و 6 یکیه، پس این هم یک بارش رو بنویسم. توی آکولاد 2 بار تکرار شده بود و اونم آکولاد 5 2 بار آکولاد شده. از اینایی که ما نوشتیم هر کدوم یک بارش برامون مهمه و دیگه دیدیم تکرار نشده. 1 2 3 4 5 و NA تعداد عضوهای مجموعه A شد 5 تا. سوال 5 شد 5 تا. در صورتی که اگه من میخواستم بدون بررسی بگم میگفتم خب 1 2 3 4 5 6 7 بین وها 7 تا عضوه، اما اینجور نبود. پس نکته‌ای که بازم یه بار دیگه تکرار کنم، اینجا بچه‌ها نگاه کنید، من اینو میام با این مقایسه میکنم. داخل آکولاد یه عضوی هست که آکولاد دورشه. اوکی، 5 و 6 و 6، پس این 6 تکراری محسوب میشه برای این عضوها. اوکی، اینم از این مطلب. این جلسه هم خیلی خوب پیش بردیم. حتما مباحث این 2 تا جلسه رو باید مسلط باشید. فردایی پس فردایی یه بار مرور کنید، مسلط که بودید خودتون یه بار دیگه سوالا رو حل بکنید و بعدش بیایید و جلسه بعدی رو ببینید. و تا جلسه بعدی خدا نگهدارتون.